کاپیتان محمد یک دفعه مثل خر گاز هواپیما رو میگیره و عضو میگیره میره هوا و کلا نوک هواپیما رو میگیره به سمت آسمون و این گده میره تا میرسه به فضا و همون موقع هواپیما وارونه میشه و زرت شوت میشه سمت زمین و محمد هم به زور تو هوا نگهش میداره و میبینیم که همه مسافرای بدبخت هم توماله و مچاله شده بودن تو هم دیگه. در ادامه مسیرم که داشتن دلستر میزدن بر بدن و یکم هم حوصله‌شون سر رفته بوده، یهو میان هواپیما رو زرت میچرخونن تا هیجان سفر بیشتر بشه و یه نیم ساعتی برعکس نگهش میدارن. در ادامه هم که هواپیما داشته تکانهای شدیدی میخورده، مهماندار میره میبینه که کلا این دو تا اسکل کپ مرگشون رو گذاشته بودن. بعدم محمد سرش از پنجره هواپیما میبره بیرون تا ببینه هوا چطوره، که بعد به کمک خلبان میگه داش یکم برو ارتفاع کم کن ببینم بچه محله مالشون چطوره، سلام علیکم بهشون بکنم، که بعد با کله میره سمت زمین. بعدش محمد میگه راستی داش اینو چجوری من فرود میآوردی مثلا، که این یارو میگه من نمیدونم والله، ولی فکر کنم این دکمه رو بزنی فرود میای ما، که وقتی میزنن شوت میشن تو هوا و چتراشون باز میشه. که محمد میگه ای داش اشتباه زدیم که، ولی باز جای شکرش باقیه که چترمون باز شد. کمک خلبانم میگه راستی هواپیما داره همینجوری واسه خودش میره ها. محمد میگه نه نگران نباش خیالت راحت رو اتوماته، که همون موقع زارت میخوره زمین و منفجر میشه. که محمد میگه چیز مثل این که اتومات نبود دیگه، ولی حالا اشکال نداره عوضش دلستر داریم، دلستر بزن به مولا. و آخرش هم با این حالت بشوخان با هم دلسترشون رو کوفت و زهرمار میکنن، یعنی خاک بر سرتون کنن.